امروزه دندانپزشکی مدرن چه راه حل‌هایی برای درمان بی‌دندانی ارائه می‌دهد؟ وقتی یک یا چند دندان از دست می‌روند، دو روش درمانی وجود دارد: بریج‌های معمولی یا ایمپلنت. برای نصب بریج معمولی، دندان‌های سالم کناری باید تراشیده شوند که به آنها آسیب می‌زند. در این روش، بریج روی دندان‌های مجاور تکیه می‌کند و به استخوان فک وصل نمی‌شود. فشار جویدن از طریق دندان‌های مجاور به استخوان فک منتقل می‌شود و این فشار اضافه به آنها آسیب می‌زند. همچنین استخوان فک دیگر تحت بار طبیعی قرار نمی‌گیرد و به مرور تحلیل می‌رود. با تحلیل استخوان، لثه‌ها هم کاهش می‌یابند و عملکرد حمایتی مهم دندان و فک به هم می‌خورد و تعادل از دست می‌رود. اما ایمپلنت جایگزین ریشه دندان از دست رفته می‌شود و مانند دندان طبیعی عمل می‌کند. فشار جویدن از طریق ایمپلنت به طور یک نواخت به استخوان فک منتقل می‌شود. این توزیع فشار یک نواخت خطر تحلیل رفتن استخوان و لثه را کاهش می‌دهد و عملکرد طبیعی جویدن و حمایت لب‌ها و گونه‌ها حفظ می‌شود. حتی اگر چند دندان کنار هم از دست رفته باشند، ایمپلنت می‌تواند جایگزینی مناسب باشد و فضاهای خالی بین دندانی یا قوس کوتاه دندانی را پر کند.